اگر زن مرد را یعنی شوهرش را به جای خواب دعوت کند و مرد به عذر نرود، شوهر گناهکار می شود یا نه؟ می شود، گناهکار می شود. اگر رفت شوهرم مثلا قدرت دارد، شهوت دارد، با وجود این همسر اختخاب کردن نمی خواهد، برای خاطر همسرش عذاب دادن، این شوهر گناهکار می شود. رسول اکرم گفتن این لزوجک علیک حقا، همسرم در بالای مرد حق دارد. حتی در فتاوای قاضی خان در کتاب فصل عنین است در کتاب طلاق میگه که و یعصم الزوج، شوهر گناهکار می شود دیانتا این قدر علی اتیانها و لم یاتها، اگر قادری بر هم خوابگی باشد و اما قضیه هم خوابگی نکند گناهکار می شود. اون نفسم اون شوهرم ماننده که خودش اشتیا دارد همسرش هم اشتیا دارد، ماننده که خودش در کار شود همسر